در این درس مثال‌های 54 و 56 رو می‌بینیم. در اینجا باز زیچی است. از روی جدول می‌روند. کدام متال نگارید با جدول در سیماب نمی‌گذارد. این نمونه سوال چه جامعه؟ اگر زیچی کدام متال کلانتر باشد در همون دیگر مایع دیگر متال می‌گذارد. حاضر در اینجا نگاه کنید. سیماب می‌پرسد از ما. زیچی سیماب رو می‌بینیم چند؟ 13600. اگر من زیچی متال رو که از این کلانتر رو یافته توانم، بعد اون متال در این می‌گذارم. ببینم چه است؟ متال‌های پلاتین است از این کلان، تیلو است، نقره از این نقره کلان نیست، زشت نقره نمی‌گذارد. بعد اسمی است. این سه متال می‌گذارد. دیگر مایع باشد آب، بنزین، اسپرت اینها هم نمی‌گذارد. جواب رو نگاه می‌کنیم. نمی‌گذارد که می‌پرسد از ما برعکس می‌پرسد. تیلو می‌گذارد. اسمی می‌گذارد، پلاتین می‌گذارد، نقره یک نقره نمی‌گذارد. برای چی؟ چونکه زیچی و از زیچی سیماب مایع‌تر است. برای ما نمی‌گذارد. مثال 56 در اینجا چی می‌پرسد؟ دادگی سیم ماساژ داده شده است. 5400 کیلوگرم، حجم اون 2 متر میباشد. این سیم از کدام متال ساخته شده است؟ این متال داده شده است. چه می‌یابیم؟ زیچی. اینجا همونجا زیچی داده شده. یعنی نگاه کنیم به بویدش کیلومتر تقسیم ماسه تقسیم حجم. یعنی زیچی برابر ماسه تقسیم حجم. ماسه ما با 5400 برابر است، حجم ما با 2. و این چی میده؟ 2700 کیلوگرم تقسیم متر کوب. از اینجا میبینیم 2700 این آلومینی است. یعنی متال من سیم من از آلومینی تهیه کرده شده است.